pasada y luego dije, sí, sí, ¿Qué sí, pasó? sí, sí, ¿Y se cayó? ¿Quién? La niña. ¿Cuál niña? कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती वो नो अरे हार मेहनत करत राहा आपोआप यश येणार तुम्हाला आणि हो थोड्या वेळ वाचला यश मिळालं बस सीधी बराबर 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 चाललास अरे यार उलटा नशीब सरळ झाली आता घाल मित्रा घाल कर कोशिश कर तू करू शकशील माझा विश्वास आहे आत्मविश्वास आहे हो थांबा अरे यार कर नसीब कर कोशिश करने के लिए हार नहीं होती बघा शेवट चप्पल तुटलेली निघली काय करणार नसीब गांडू तर काय करे पांडू چپل توتلی تل آره یار نه ولی خب پگا جون هست کمکم کنه. پگا جون دستش در نکنه به همه کمک میکنه منتها چون سقفش سیاست به هر کسی کمک میکنه زندگیش رو به نابودی میره. شما وقتی بچه بودی شما رو چی صدا میکردن؟ ما بچه بودیم ما رو صدا نمیکردن ما رو محل سگم نمیدارن من از این پشته بار اومدم در واقع خیلی کم بود دارم معذرت میخوام اون تو چه خبره؟ خبر خوش سلامتی شما چطورین؟ خوبم شما اون تو چند نفرین؟ ما 2 نفریم یه نفر دیگه بیاد حرکت میکنیم شما تشریف نمیارین؟ نخیر آقا نخیر چی؟ فقط میخوام بدونم که شما 2 نفر اون تو چه کار میکنید؟ ما دنبال قاتل آقای قاشقچی میگردیم اخبار نمیبینی؟ بعد شما این مفتشی؟ نخیر ولی اگر لازم باشه مفتش رو خبر میکنم آجا چرا اعصاب نداری قربونت برم شما باید نشانه صبر آرامش باشه شما یه دقیقه بفرمایید ما الان میرسیم خدمتتون توضیح میدیم بفرمایید اینجا در شأن شما نیست سلام مجدد حاج آقا سلام حاجی سلام علیکم حاج آقا این نکبت داشت کوچیکمه خودم بزرگش کردم خودم اسمش انتخاب کردم خودم تا مدت ها زیبشو بالا میکشیدم خودم معتاد شده سنتی به همه رو قاطی پاتی میزن توهم میزن حاج آقا برای همین بستمش به خودم که شیطان رجیم یه وقت نره تو جلدش کل قصه همینه پسرم حلالم کن برو حاجی رو حلال کن حاجی من نوکرتم ولی منو بغل نکن حلالم کن حاجی اما گفتم بود در جرات سلام یه سوال ازتون میپرسم اگه درست جواب دادین این گوشی برای شماست گوشی؟ اول از شما میپرسم اسمتون چیه؟ یاسین سوره یاسین رو بخون سوره یاسین؟ والا بلدی خیلی استرات راحت از ما اسم شما چیه؟ کسر الو ولا الو Uzat biraz. Biraz daha. مانی پانی فول دلاری ولی تو هنو جیمی زنی تو حتی خطی
You want to lick it? نیومد تنها بخندم. ببین چی برات آوردم. حاجی این مطمئنه دیگه. آره با 10 سال این ارمنیه میگیرم بعد خفنه. خدایی عرفان حرقایی که میگیره. آقا بس سلامتی. آقا میگم این برق خیلی وقت رفته نمیخواد بیاد. آره با منم 2 ساعت تاریکی نشستم. آقا شما هم نمیبینید؟ نه. تبریک میگم کور شدیم. Oh, what? That does not sound good. Oh! Who was that? What was that? I smashed it in. Y'all got it? Oh! Okay. بچه من گویا بچه که بودم بابام میگه که انداختمت بالا که بگیرمت، بعد یهو حواسم پرت شد با مغز افتادی پایین، ولی چون قنداق داشتی هیچ نشد. حالا خوشبختانه چیزی هم نشده، ولی هی بهش میگم که خب باید مواظب می بودیم اینا، بعد مواظب خودتون باشید.